اگر میخوای دلت آرام بگیره، من یه دوستی سراغ دارم میگو بچه هامو جمع کردم، گفتم که همش مهندس و شخصیتی هم تو امارات. گفتم بابا شما میدونی که شما هم تو آفریقا برادر دارید، خواهر دارید، تو جنوب شرق آسیا، تو جاهای دیگه، تو کشورهای هند و پاکستان و افغانستان، اونا هم تو مال باباتون شریکن. میدونی منظورش چی بود؟ منظورش ایتام بود. 30 و تقریبا 3 یتیم، ایشون ماهانه 10,000 تومن. من دیگه نمیدونم جاهای دیگه، اونی که تو ایران من میدونم بعضی موقع این یتیم ها نامه براش می‌نویسن، ازش تشکر میکنن از اینکه شما قبول کردی پدر ما بشید و ما را به فرزندی قبول کردید و از ما حمایت میکنید. از شما تشکر میکنیم. از اینکه قبول کردید جای خالی بابای ما را پر بکنید که احساس تنهایی نکنیم، از شما تشکر میکنیم. این خودش میگه وقتی این نامه ها از این ایتام میاد اصلا جگر آدم آب میشه، یک آرامشی به انسان دست میده، سبب میشه که چه؟ مزید تحویل بگیریم، دیگران هم تشویق بکنیم. احسان به خلق خدا، با هر احسانی که ازت برمیاد هم خودت آرام میگیری هم دیگری. یکی از برکات کار خیر اینه که آرامش به انسان دست میده. همون لحظه برد و سلام احساس میکنی یک نسیم خنکی بر دلت میوزه، فیوزات ربانی از بالا میاد، این دلتو چه؟ تسکین میده. یکی از نشانه های قبولی کار خیر آرامش و تسکین دله. و در تعریف گناه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته الاثم ما حاک فی نفسک. گناه چیزی که یک خارشی در دلت ایجاد میکنه. تا گناه میکنی فکر میکنی کسی داره سوزن میزنه، یک خارشی، یک ناامنی، یک پریشانی. برعکسش کار خیر وقتی انجام میدید یک آرامش. یه دانشجویی که میخواست ترک تحصیل بکنه، تو خبرت شد مخفیانه یه پولی دستی در اختیارش گذاشتید، نه صدقه ای که بعد شرمنده بشه. بعد دانشگاهش رو تمام کرد، یک مهندس خوبی شد، یک پزشک خوبی شد. خودت لذت نمیبری؟ علما چقدر دقیق بودن. احسان به خلق خدا گفتن یکی از اسباب انشراح صدره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش همش معروف بودن به ابوالمساکین. حضرت جعفر رضی الله عنه وقتی در غزوه موته به شهادت رسید، خبرش در مدینه و حومه و اطراف مدینه پخش شد، همه فقرا و مساکین و ایتام عزادار شدند. جعفر ابن ابی طالب معروف بود به ابوالمساکین، پدر مساکین. حضرت عمر هم کمتر از حضرت ابوبکر هم کمتر نبود، حضرت عثمان هم کمتر نبود، حضرت عبدالرحمن ابن عوف هم کمتر نبود. کدومی که شما مثال بزنید؟ حضرت علی هم کمتر نبود، حضرت خدیجه رضی الله عنهم اجمعین اونم کمتر نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ مالی به اندازه مال خدیجه به درد دعوت اسلامی در صدر اسلام نخورده. یک تاجر وقتی خدا بهش احسان میکنه و بعد این تاجر هم احسان میکنه، خیلی سراغ داریم که یک تاجر با مالش توسط یک عالم 500 تا عالم درست شده. با مالش یک عالم با مالش 500 تا عالم درست کرده، مالو تبدیل به عالم کرده. این فضل و کرم خدا هست یا نیست؟ این سبب آرامش دل میشه یا نمیشه؟